سلام بچه، امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. امروز اومدیم رونمایی از حساب جدیدم. همین دیروز خریدمش. شما میگی این اکانت چقدر خریدم؟ الان در کامنت ها اول بنویسید، بعد من آخر کار بهتون میگم این اکانت میارزه به این قیمت یا نه. خب دوستان، من از این اکانت راضیم. بریم ببینیم ستاش چجوریه. خب ستاشو دوست ندارم. ستاش همه رایگانن، چیز شاخی نیست، فقط همین بندی کرمیناله. بندی کرمینال داره، این دوتا ست بالایی. خب یکی ستو نمیشناسن. خب این مود شاخ قدیمی رو داره. خب بیایم پایین رو ببینیم دیگه چی رو داره. بیستان تا الان اگه اینجا ویدیو داری میبینی، لایک و ساب ویدیو رو حتما بزنی، خیلی حمایت از ما میشه، ممنون میشم ازتون. خب لاهارشو میبینید، ببینیم چیز خفنی در میاد ازشون، ببینیم چی هست، چی داره. خب ببینیم حاجی. خب این ماکس شاخو داره، مال جوکر رو داره، این داره مال شیطان کش داره، این کدیمیه رو داره، اینا رو داره. دوستان من این اکانت رو خریدم 4 میلیون. ببینید میارزه یا نه؟ حتما تو کامنت ها بنویسید بگید میارزه یا نه. بگید من اینو خریدم میارزه خریدمش 4 میلیون. خب بریم ببینیم حالا تنه چیا داره. خب او بندین مشکی حاجی، این فایل بود. خب فایل بودیم. خب بریم ببینیم. خب بریم سراغ دنساش همه شاخ قدیمی هم. اسمشون جدیدن شاخن، اسمیان قدیمی هم شاخن. خب ببینیم این دنس شاخو دیدی دوستا؟ رب میخونید. خب این دنس قدیمی هم. خب این دنس داخل بیاپس و اینو دیگه رایگانن، یا به ته دیگه رایگان دنس رایگان حساب نکنید. این فایل بود، این فایل بچه ها. خب این دنس ها کلا دنس های خفنی دارن. خب بریم پایین تر ببینیم چیا داره دیگه، چیا داره. خب سر صبحی دارم واسه تون ویدیو میگیرم، ساعت 6:30 حاجی. تازه از خواب بیدار شدم، اگه صدام یه طوریه ببخشید. گفتم ویدیو رو آپلود کنم دیگه، وقت تلف نکنم. بریم سراغ گاناش ببینیم. گاناش همه کلا 4 تا گان لویلی داره این اکانت. گان لویلیاش خوبه، از گاناش راضیم. از گانا و دنساش راضیم، از ستاش راضی نیستم، ستاش خوب نیست خیلی. خب بریم پایین تر ببینیم چی داره. خب یکی این گان لویلیه. خب بیایم پایین تر. خب اینو ببینیم، این پیچل قدیمی رو میبینیم. خب این فایل بود، این فایل نیست. خب یک گان لویلی M10 میبینیم با یک گان آتشی. خب این هم یه دلول رمضان داره. کلا از گاناش راضی. خب بیایم پایین تر. خب چی داره اینا رو میبینیم. خب بریم الان سراغ یخاشو ببینیم. یخ قدیمیه رو داره، اینو داره، مال پرایم داشت، اینو قدیمی ها، نصفشون قدیمی ها نصفشون جدیدن. خب بریم اینا قدیمیه. خب خب دوستان اگه تا الان اینجا لایک و ساب نکردین، حتما لایک و ساب کنید، چنل رو ساب کنید، کامنت هم بذارید تا ویدیو بعدی. فعلا.